شدی نجایی دردی همه دوایی رفتی با کی میایی دلار 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 دلار. میخوایم شما بگویید که انگیزه ایجادی هجویه شما با نام دلار در چی بود؟ دیدم که خیلی در همه جا دلار بلند شد، آدم‌ها حتی با کسل دچار شدن، فشارشون بلند شد. آدم که دلار نیست، هر روز رو به بالا است دلار، زندگی مردم سوداگران مثال به هم از جانش رسیده شده است. عموما به کل مردم جهان شاید به درد مردم خورد، شاید کسایی گوش کنند تماشا کنند تسلی بند و همین خاطر سوری دلار رو پیشکش کردیم. زندگی به تو نولای ترا یفتن محولای هوشمون به تو کشولای دلار 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 دلار. شما بیشتر در این شعر کدام معنی ها را جای دادید که میتواند در رابطه با بالا رفتن دلار باشد؟ اولین چیزی که رو به بالا رفت، مثلا دلار بلند شد، نرخ هم بلند شد، در بازار مثال همه چی بلند شد. برای این اساسی موضوع گرفته ما درباره رو به بالا رفتن دلار، امروزه قیمت شدن محصولات، همه چیزی که در روی دنیا هست. شخصا برای شما همچون یک هنرمند گران شدن دلار بر عوض سامانی چی تاثیر داشت؟ کجای میره با دلار گپ میزنن، این دلار بلند شده است. مثلا من میخوام یکم چیز ثبت کنم، ثبت کردن نمیتونم، برای زورم نمیرسد، لباس گرفتن نکور نمیدونم، وای ثبت و آدمایی که ثبت میکنن همراه من کار میکنن و همشون مثال از دلار گپ میزنن. امروز کسی نگویی کریزیس دلار. نفری بودن تماشا کردن ثبت ما را، فقط در یک چیز ایراد گرفتن که باید تو دیپلمات پولی دلار میکردی. من گفتم من مدام که جامعه پولی دلار میشد، من درباره دلار سرود نمیخوندم. من زندگی من هیچ اصلا بردن میگفتم.